هر روز میایم ورزش میکنیم. خیر ببینه رئیس صاحب همه چیز امکانات به مریضا مهیا ساخته. دیگه لوازم ورزشی است. دیگه هر روز کلگیر به نماز میخیزانه. دیگه مسجد است، قاری صاحبای ما به نماز میخیزانه و اینجا به سپورت همه گیره تشویق میکنه. پیش از ما خودم عمل میکردم که خود خیر ببینه امارت اسلامی که والا مرا آورد. این حال خوش هستم. پیش از اون میگفتم که والا به حق ما کار بد کردن، اما نه، کار کردن که میگن درد امروز سرمایه فرداست. و واقعیتش که خیلی همکاری کلانه که در مریضا کردن که حالا در سطح شهر که ببینی یک دانه عملی را نمیبینی. آرزوش داریم که این ریشه مواد مخدر از این افغانستان گم بسازن. این آرزوی ماست.